راستش من یه چیزو توی خودم فهم، این که حال آدم همیشه خوب نیست. خیلی وقتا اصلا حال نداری، انگیزه نداری، فقط خسته ای. من یه مدت با خودم قرار گذاشتم هر روز 10 دقیقه مطالعه کن. روز اول انجام دادم، روز دوم هم انجام دادم، ولی روز سوم دیگه واقعا حوصله نداشتم. با خودم گفتم ولش کن، فردا میخونم. ولی همونجا به خودم گفتم باشه، حال ندارم، ولی 2 دقیقه‌ش رو میخونم. همین، نه 10 دقیقه، نه درست حسابی، فقط 2 دقیقه. بعدش فهمیدم اصلا داستان مطالعه نبود. داستان این بود که من اون روز خودم رو ول نکردم. این 2 دقیقه باعث نشد آدم خاصی بشم، ولی باعث شد بفهمم وقتی سخته بازم میتونم روی خودم حساب کنم. کم کمه که همین کارای کوچیک یه حس عجیبی میده، یه حس این که من خودم رو تنها نمیذارم. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، قرار همیشه حال نداشته باشی، ولی قرار نیست همیشه خودت رو ول کنی یا رها کنی. این همون اعتماد به نفسه که خیلی‌ها میگن اعتماد به نفس نداری.